از این لحظه به بعد داستان رنگ دیگه‌ای میگیره، جایی که واقعیت از هر فیلم جنایی ترسناکتر میشه. ابتدای بولوار رابرت شومان در شهر نورس در غرب فرانسه خانه خانواده دوپونت دو لیگوانز بود. یک خانواده عادی شامل مادر، پدر، 4 فرزند و 2 سگ لابرادور سیاه. به نظر می رسید همه چیز کاملا عادی باشد. آنها از یک خانواده محترم آمده بودند و در جامعه محلی فعال بودند. هیچ وقت در کارهای غیرقانونی دخالت نمی کردند و قانون را نمی شکستند. اما در آوریل سال 2011 همه چیز تغییر کرد. یکی از وحشتناکترین جنایاتی که تا به حال در فرانسه رخ داده بود اتفاق افتاد و خانه‌ای که زمانی خانه‌ای معمولی بود به خانه ترس معروف شد. پدر خانواده زاویه پیر ماری دوپونت دو لیگوانز یک کنت 50 ساله و از نوادگان اشراف فرانسه بود. او فروشنده‌ای بود که گاهی موفقیت‌هایی هم در کارش تجربه کرده بود. همسرش آنیاس اودونگر 48 ساله در یک مدرسه کاتولیک کار می‌کرد و بسیار مذهبی بود. هر یک شنبه به مراسم مذهبی می‌رفت و یک گروه مطالعه انجیل را اداره می‌کرد. زاویه و آنیاس در دهه 80 رابطه کوتاهی داشتند که ناگهان تمام شد. وقتی زاویه تصمیم گرفت دور دنیا سفر کند، 1 سال بعد وقتی برگشت متوجه شد آنیاس باردار است. پسرش آرتور را از مرد دیگری باردار بود. با اینکه این موضوع در جامعه کاتولیک آن زمان بسیار ناپسند بود، زاویه تصمیم گرفت با آنیاس ازدواج کند و آرتور را به عنوان فرزند خودش بزرگ کند. زوج در سال 1991 ازدواج کردند و 3 فرزند دیگر هم داشتند. آرتور نیکولا فرزند ارشد در آن زمان 20 ساله بود. در یک پیتزا فروشی کار میکرد و در کالج خصوصی کاتولیک فناوری اطلاعات میخواند. فرزند دوم توماس 18 ساله بود و موسیقی شناسی میخواند. تنها دختر خانواده آن 16 ساله دانش آموز ممتاز دبیرستان خصوصی کاتولیک بود و گاهی هم مدلینگ انجام میداد. کوچکترین فرزند بنوا 13 ساله در همان دبیرستان درس می‌خواند و مثل برادرش توماس علاقه زیادی به موسیقی و مخصوصاً درام داشت. حالا که تا اینجای این قسمت اومدید، لطفاً با سابسکرایب و لایک کردن چنل ما رو حمایت کنید. زندگی به ظاهر عادی بود و ادامه داشت. والدین سر کار بودند و بچه‌ها سر کلاس‌هایشان. هیچ نشانه‌ای از مشکل دیده نمی‌شد تا بعد از ظهر 11 آوریل سال 2011. همسایگان شروع کردند به نگرانی. خانه کاملا ساکت بود و کرکره ها بسته بودند. حتی وقتی خانواده به تعطیلات میرفت، هیچ وقت همه کرکره ها را نمی بستند. یک همسایه یادداشتی روی درب دید که از پستچی خواسته بود نامه‌ای به خانه نیاورد. همه اینها عجیب بود. بعد از 2 روز بدون هیچ حرکتی همسایگان نگران شدند و با پلیس تماس گرفتند. پلیس در 13 آوریل رسید. درب قفل بود و کسی جواب نداد. یک کلیدساز قفل‌ها را باز کرد. داخل خانه همه چیز به ظاهر مرتب بود، جز اینکه تخت‌ها خالی بودند و بعضی کمدها باز. پلیس فکر کرد خانواده خودخواسته رفتند و فعلا نیازی به تحقیق رسمی نیست. تمام خودروهای خانواده سر جای خود بودند به جز یک سیتروئن C5. عجیبی بود که این ماشین برای 2 بزرگسال، 4 کودک و 2 سگ بسیار کوچک بود. پس همه نمی توانستند با یک خودرو بروند. روزهای بعد دوستان و خانواده نامه‌هایی از زاویه و آنیاس دریافت کردند که علت غیبتشان را توضیح میداد، اما محتوای نامه‌ها کاملا گیج کننده بود. زاویه ادعا می‌کرد که جاسوس DEA در امریکا بوده و حالا وضعیت مخفی او لو رفته و کل خانواده باید از فرانسه فرار کنند. نامه‌ها می‌گفتند که هویت جدید خواهند گرفت و احتمالاً هیچ تماسی با خانواده و دوستان نخواهند داشت. نامه‌ها همچنین توضیح می‌دادند که سگ‌ها در خانه جدید هستند و وظایفی برای اعضای خانواده و دوستان مشخص کرده بود. حتی گفته شده بود که به همه بگویند
خانواده به دلیل انتقال شغلی به استرالیا رفته و این موضوع را محرمانه نگه دارند. ابتدا همه فکر کردند زاویه کمی عجیب است، اما این داستان برای خانواده آنیاس غیر قابل باور بود و نامه ها را به دادستانی ارسال کردند. 4 روز بعد پلیس دوباره خانه را بررسی کرد، اما هنوز هیچ چیز مشکوکی پیدا نکردند تا اینکه در 21 آوریل هنگام بررسی حیات بقایای جسد خانواده و سگها را در گودالی زیر تراس پیدا کردند. جسد مادر و 3 فرزندش و سگها در یک گودال و توماس در گودالی جدا نزدیک آنها دفن شده بود. هر جسد با اشیاء مذهبی مانند شمع یا صلیب دفن شده بودند که نشان میداد کسی تلاش کرده یک مراسم مذهبی انجام شود، اما پدر خانواده زاویه در خانه پیدا نشد و بلافاصله مظنون اصلی شد. حکم بین المللی برای دستگیری او صادر شد. رسانه ها خانه را خانه وحشت نامیدند و همه متعجب بودند که چگونه یک مرد معمولی خانواده میتواند چنین جنایتی مرتکب شود. او همیشه کمک رسان بود و خانواده‌اش را دوست داشت، هیچ سابقه جنایتی نداشت و همه اینها باعث شد همه شگفت زده شوند. تحقیقات بعدی نشان داد که وضعیت مالی زاویه بسیار خراب بود. او کسب و کارهایش را از دست داده بود و نمیخواست نام خانواده و عنوان اشرافی خود را لکه‌دار کند. او اسلحه پدرش، یک تفنگ 22 را به دست آورد، گلوله و وسایل دفن خرید و جسد خانواده را با دقت در گودال دفن کرد. آخرین بار خانواده در 3 آوریل دیده شدند. شام خوردند، به سینما رفتند و به خانه برگشتند. سپس به تدریج همه کشته شدند و جسد آنها پیدا شد. زاویه بعد از 1 هفته با سیتروئن خود آنجا را ترک کرد و هیچ کس دیگر او را ندید. تا امروز سرنوشت زاویه مشخص نیست. برخی معتقدند خودکشی کرده، برخی میگویند فرار کرده و ممکن است در امریکای جنوبی باشد. او چند زبانه بود و میتوانست در هر جای دنیا پنهان شود. مراسم خاکسپاری خانواده در 28 آوریل برگزار شد. بیش از 1400 نفر حضور داشتند. آنها همه سوزانده شدند و در محل خانواده آنیاس دفن شدند. خانواده آنیاس هنوز با فقدان آنها کنار نیامدند و فقط خواهان عدالت و پاسخ هستند.